بچه سلام، چطورید؟ خوبید؟ همونجور که میبینید من موهام فر کردم. موهام راستشو بخواد فر نکردم. چند روزیه که تو رشت، حالا نمیدونم شهرهای دیگه هم فکر کنم اینجوریه، برقا میره. بعد اینکه امروزم من تو همون بودم و خدا رو شکر شامپومو زده بودم، کفی نبودم، همه کارامو کرده بودم و برق رفت و دیگه نتونستم موهامو خوش کنم با سشوار و اینا و این شد که موهام فر شد. آره دیگه. حالا از طرفی هم کار داشتم، نمیدونستم واقعا چیکار کنم دیگه. گفتم آروم باش، به خودت استرس نده، اشکال نداره، حالا یه روزم موهات فره دیگه. بعد البته کلامو آوردم، گفتم اگه خیلی مثلا اوضاعش بد بود کلاه بذارم حداقل. امروزم برای یه سری کارهای دانشگاه با هم میرفتم لاهیجان که دیگه گفتم امروزم ولاگ بگیرم با هم دیگه باشیم. بعدش همین اینجوری شد که موهام فر شد. بچه اومدم مدرک موقتمو گرفتم، همین دیگه بعد 3-4 سال اومدم دانشگاه و حاله. خب من کارم تموم شد دیگه، اومدم بیرون و اینکه گفتم بیام یکم دور بزنم تو لاهیجان، یکم خیابونا رو ببینم چه خبره. خیلی وقت نیومدم لاهیجان. البته نمیدونم گفتم یا نه، ما اصالتا لاهیجانی، من هم مامانم هم بابام لاهیجانی بودن هستن دیگه، همین یعنی زیاد میایم لاهیجان. ولی خب این سمت دانشگاه خیلی وقت بود که نیومده بودم، گفتم بیام یکم ببینم که چه خبره، یکم خیابونا رو بالا پایین کنم. آره اینم خیابونه چی میگن، موزه شیخ کاشف السلطنه. می‌خواستم بگم شیخ زاهد. کاشف السلطنه کسیه که چای رو وارد ایران کرد. حالا داستانش هم این بود که مثل این که از هند آورده چای رو، توی عصاش حالا عصا داشته مقایم کرده و آورده. بعد اینجوری خیابون کارگره، این کاشف السلطنه فکر کنم خودشه. حالا بذار میدون رو دور بزنم. اینه، ایشونه تو این عصای قایم کرده.
رفتم رشت. بعد دیگه داشتم این خیابونه دور نمیدونم اسم این خیابون چیه، دور استخر، یه خیابونیه که سنگ فرشه یه طرفش. بعد یه جایی هست به اسم کوکیتو. بعد اونجا اومدم، کوکیاش معروفه. اومدم اینجا کوکی گرفتم با چای. بعد اینکه خلاصه اومدید لاهیجان بیاید کوکی بخورید، خیلی خوشمزه است. توش پر گردو و کشمشه، خیلی خوبه. بچه‌ها اینجا 2 روز بعد از برگشتنم از لاهیجان میگذره. داشتم یه سری دسر درست میکردم برای شب یلدا، یه سری خرید رفتیم انجام دادیم، منتها دیگه یادم رفت ویدیو بگیرم. اینجا هم 1-2 تا ویدیو از مراحل آماده سازی دسرای یلدایی داشتم که گفتم اینم براتون بذارم. اینجا دارم چیزکیک انار درست میکنم. سلام، چطورید؟ من دارم سفره 7 سین رو میچینم. قطعا 7 سین هندونه نداره، منظورم سفره شب یلدا بود. بعد اومدم که هندونه رو با هم بشکنیم، نمیدونیم که خوبه یا نه. خوبه. منتظر بودم بشکنی چجوری هست توش. خوبه.